بسم الله الرحمن الرحیم. سورة نوح. این سوره است درباره نوح، چون در اینجا بیان شده از یک پیغمبر موحد که نوح علیه السلام است. این سوره مکی هست، در مکی مکرمه یا قبل از هجرت نازل شده و اصول اعتقادی را بیان میکنه. یعنی برای ما و شما میگه که این پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم اونمو سلسله پیغمبرها را پیش میبره. این سلسله پیغمبرها چی بود؟ که از زمان آدم علیه السلام و اولین رسول نوح علیه السلام است تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آدم علیه السلام نبی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا یقینا الله متعال میگه ما، و همیشه این سوال شاید شوه که چرا ضمیر جمع استعمال شده. کسایی که قرآن میفهمن، قرآن شناس هستن، امیر قرآن شناسی میگن. قرآن شناسی ایمانا که وقتی قرآن یک عبارت استعمال میکنه تو مفهومش هم میفهمی. بنابراین دشمنای اسلام نمیتونه که قرآن شناس چی کنه؟ در شبهات پرتن. بعضی کسا میگه که الله یگانه هست، اینجا خود جمع استعمال کرده. انسانی که قرآن شناس است میگه بله، الله متعال در جایی که توحید بیان میکنه، وحدانیت خود، ضمیر مفرد استعمال کرده. قل هو الله احد. هو او ذات یگانه است، احد یگانه هست. الله الصمد، الله الصمد بنیاد است. لم یلد یعنی هو لم یلد ولم یولد، هو لم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له هو. اینجا ضمیر چی است؟ مفرد است. چرا جای توحید است؟ باز در جایی که الله عظمت خود بیان میکنه، قدرت خود بیان میکنه، کبریا و جلال خود بیان میکنه، باز یه ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع را استعمال میکنه. در زبان عربی همین قاعده هست. شما که نامه های هارون رشید در ادبیات عربی یا در تاریخ اسلام اگه بخورین، نامه هایی که هارون رشید بر پادشاه روم روان میکرد، نشته نمیکرد که انا هارون رشید، نشته میکرد نحن هارون الرشید. چرا نحن نشته میکرد؟ بر پادشاه روم چی خدا نشان میداد؟ زور و قدرت و عظمت و مالکیت خدا نشان میداد. هارون رشید درش میگفت که ما خود ضعیف نیستیم، قوی هستیم. الله متعال یعنی اسلوب زبان عربی هست. کسی که عربی شناس است و قرآن شناس است و زبان شناس است، ایگه پاره خوبتر میفهمه. کسایی که کفر شناس است، مشرک شناس است، مرتد شناس است، ملحد شناس است، این بیچاره باز ایگه پاره درست در کرده نمیتونه. چون او از قرآن کرده کافر زیاد میشناسه، گپای زیاد از کافرها را میخوانه. الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا یقینا که ما با عظمت خود، با جلال خود، با کبریای خود، با بزرگی خود، ارسلنا فرستادیم کی را؟ نوح علیه السلام را الی قومه، با قومش. ان انذر، الله میگه ما برش گفتیم که برو تو پیغمبر هستی بترسان قومک، قومت را، من قبل پیش از که ان یاتیهم بیاید بر ایشان عذاب علیم، عذاب دردناک. قال میگه گفت نوح علیه السلام یا قومی، ای قوم من، انی لکم نذیر مبین، انی یقینا که من لکم برای شما هستم، نذیران بیم دهنده، ترساننده، پیغمبر مبین آشکار. پیغمبر چی میگه؟ وظیفه پیغمبر چی هست؟ ان اعبدوا الله، که شما فقط الله را عبادت کنین. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه مردم چی میشن؟ با گذشت زمان با بت پرستی و قبر پرستی رو میارن. در قوم نوح علیه السلام هم می قسم شد. نوح علیه السلام وقتی که آمد، پیش از او دیگه پیغمبر بودن، یا مثلا آدم علیه السلام بود دیگه، این مردم موحد بودن. شیطان آمد بر از اینا چی گفت؟ گفت همین دوستای الله که میموره، شخصیت های خوب، پیغمبر زاده یا مثلا یک ولی یا یک نبی یا یک شخص خوب میموره، ای که مرد اینجا یک چوکی رو بانین، عکسش هم بانین. این مردم چی میکنه؟ میگه آه والا باید عکسایش نصب شود. ای که عکسش دوری اول نصب کرد، آلی شکای خورد که بین از یا کلان شد که در مجلس میگه که یک دانه عکس ماندگی است. دیگر روز بر از یا گفت شما خب مثل پدرایتان وره چی نیستین؟ وسوسه شیطان است. شما خب مثل از اونا وره ضعیف نیستین، خیلی ما چی کنیم؟ گفت امی عکسه وقت زیبا نمیگه. او پدر کلانتان خب بیچاره ضعیف بودن، شما یک ذره قدرت زیاد دارین، شما چی کنین؟ امیره مجسمه جور کنین. مرحله دوم عکس به چی تبدیل میکنه؟ به مجسمه. نسل اول عکس آوردن زیاد، تق 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 عکس گرفتن بود، اونجا عکس بان، اونجا عکس بان، اونجا عکس بان، یادگاری. نسل دوم که شد، عکس به چی تبدیل کرد سرشان؟ مجسمه.
نسل سوم که آمد، شیطان دیگه متاساس خطوات شیطان است، آمد برش گفت که خب این پدرتان اینجا چرا مجسمه را مانده؟ نمیفهمیم. گفت نه، اینا دوستای الله بوده، شخصیت های بزرگ بود، پدرایتان خوش داشتن. چی میرین مستقیما به الله عبادت میکنین؟ اول پیش از این مجسمه برین. و کسایی که باز در قبر بود باز اول در قبر برو، این دوست الله هست، این مجسمه دوست الله هست. بازی دست ترا گرفته به کجا میبره؟ ترا باز قریب میساز به الله. خب چی کنیم؟ گفت اساس برای یگان مرغ بیارین زیر پایک شلال کنین، یگان گوسفند بیارین، یگان توت بیارین، یگان تلخان بیارین، یگان گندم بیارین، یگان چیز فلانی رو بیارین. یکی را آوردین یا زیر پای از یا ماند. دیگر روز این انسان چی شد؟ ای نه مردم. دیگر روز گفت که حال هر کس که راسن می اول پیش کی میره؟ پیش بت میره. پسان نام الله بیخی از پیش از اینا فراموش شده عبادت الله. پس عکس پرستی، قبر پرستی از این خاطر در اسلام قانون است که رسول الله هم علی رضی الله عنه گفت برو تمام قبرهایی که از یک بلست اینه یک خاکش زیاد است کلش خراب کن. از این خاطر قبر فقط اما میموند که اونم خاک خودش در سرش چی شوه؟ به مو اندازه که نفر گور شده خاک میگه که اما قبر فهمیده شوه قبر است. خوار عاجز هم تو باش. اگر نه که دیسه قالینا را آوردی و سمت کردی و دیوالا کردی، باز مردمای جاهل قبر پرستش نمیکنه، آینایش پرستش میکنه، تکی زریش پرستش میکنه، توقش خوشش میکنه، باز توق ببینی بغل کرده. اینه از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یاره چی کنین؟ کلشانه قبر صحابه متعامل که شما در مدینه منوره برید، قبر صحابه متوجه است. صحابه‌ای که شخصیت‌هایشان بسیار بزرگ است، اما قبرشان قبر سادی. چرا که مردم قبر پرستی نکنه؟ و به می خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که اول آمد، مردم چون در جاهلیت بود پرستی و قبر پرستی بود، گفت هیچ صحابی حق نداره در قبرستان بره، فقط که مرده را دفن کردی برده. باز پسان حدیث شریف میگه کنت نهیتکم عن زیارت القبور. باز گفت من شما را اول منع میکردم از قبر رفتن به قبرستان، چرا که شما عقیده را درست نمیفهمیدین، توحید درست نمیفهمیدین، عادات جاهلیت بود. حالی که توحید فهمیدین، انسان موحد به زیارت میره لکن قبر پرستی نمیکنه. در رفتن به زیارت سه حالت است. یکی حالت موحد است، یک انسان عقیده درست داره، میفهمه که صاحب قبر پیغمبر الله هست یا ولی الله هست، میگه السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین غفر الله لنا ولکم، شما را الله ببخشه ما را ببخشه، شما پیش از ما رفتیم ما بعد از شما. باز یک چند قدم یا گوشه سائل میکنه، یا الله پیغمبر وفات کرد، یا الله صحابه وفات کردن، یا الله فلانی جنرال وفات کرد، یا الله اونجا یک طاغوت دفن است و امونه مردار شد اونجا هست، یا الله اون خوب مرد خراب مرد ما هم میمرم. این زیارت رفتن توحیدی هست. زیارت رفتن شرکی چی هست؟ که مشرکین وقتی که در قبرستان می رفتن با صفات الله را به صاحب قبر می دادن. باز این صاحب قبر صفات الله را می دادن، باز برش می گفتن او صاحب قبر برای من یک بچه بده، یک تا دختر بده، مرا نجات بده، مرا شفا بده، مرا مریض مجور بکن، تو غیب میفهمی، تو از کل حالت ما خبر هستی، تو مرا یک سنگ که دمی در وسط چیز تق 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 خوب هستی، جور هستی. این حال مردمای مشرک چی میکردن؟ صفات الله را به کی میدادن؟ به صاحب قبر میدادن. این قبر مشرکین بود. و بدعتکارا چه قسم میرن؟ بدعتکارا باز از سر قبر وقتی که میرن کارهایی را میکنن که رسول الله صلی الله علیه و و صحابه نکردن. سر قبر برقص و سر قبر میله بگی و سر قبر دول بزنه، سر قبر میتایی بخو، چای توزیع کو، مجلس بگو. خدا بعضی قبرها میری از اینکه اونجا چای شیرینی و کلچه و کیک هست، هیچ مرگ یادت نمیاد. کاش خانه من اینجا می بود. قدر لوکس است. برای قدر لوکس ساخته که چی براتون بگم. از این خاطر وقتی که بعضی اوقات در قبرها قبر پرستی میشن، خطرش دایی است. ما در هندوستان وقتی که رفتیم یک اوندو بود که ما را برد شهر ممبای هند رفتیم. اونجا که رفتیم یک روز اوندو ما را گفت که بیاین شما را، باز ما را یگان روز که درس نمی بود، یک سمینار اقتصادی بود اونجا ما رفته بودیم. خب بالاخره باز روزایی که رخصتی می بود ما را یک جای لوکس می برد، موزیم منو شامل. یک روز گفت بیاین که یک جای اسلامی شما را ببریم. ما را بردم بین بحر در بین شهر ممبای هند که است، سابق بمبئی میگفتن آل ممبای میگن. در مفوسط اونم شهر بمبای است یا بمبئی است، نمی است چی است؟ یک دانه یک بحر است. در وسط بحر یک دانه قبر است، آجی علی. که از اون دو وقتی که ما رفتیم اون دو را گفتم که تو هم اینجا میری؟ گفت ها. این ترجمان ما بود. گفتم که اینجا چی است؟
گفت اینجا یک قبر است، یک شخص بسیار خوب است اینجا دفن کردن. ما گفتم شما اینجا میرین؟ گفت بین مسلمان و هندو هیچ فرق نیست اینجا. ما گفتمش که تو عجب دیوانه هستی، بین مسلمان و هندو چطور فرق نیست؟ برای ما گفت که پروفسور don't use your forces. گفت اینجا زور تا آزمایش نکن. گفت افغانستان نیست اینجا، گفت هندوستان است، دلیل بگو. گفتم چی دلیل؟ گفت دلیلی است که ما میگیم که رام خوب آدم است، مسلمان های این منطقی ما در منبای است. گفت من افغانستان کار ندارم، من این منطقی خود گپ میزنم. گفت ما میگیم که رام خوب آدم است، رام یک شخص خوب بود، بسیار آدم با تقوا بود به نظر ما، و اونا میگه حاجی علی این بسیار خوب آدم است. صحیح؟ گفتم بله. گفت ما رام مجسمهش ساختیم، از ما این قسم است، اینا از حاجی علی را مجسمهش نساختن، قبرش جور کردن. چی قسم باشه چی قسم باشه، آدمی آدمیه، آدم آدم است. از ما این قسم است، از شما این قسم است. خب این شد از نگاه قیاس دو آدم، وام خوب آدم یا هم خوب آدم، از اون مجسمهش از این قبرش. گفت ما گرد مجسمه رام میگردیم، چرخ میزنیم، مسلمان ها گرد قبر حاجی علی چرخ میزنن. ما گفتم این کارا رو نمیکنن. گفت نه بیا من نشانت بدم میکنن. ما پیش رام وقتی که میریم میتایی میخوریم، مسلمان ها پیش حاجی علی میرن میتایی میخورن. ما پیش بت رام رکوع سجده میکنیم، دعا میکنیم، اونا پیش بت حاجی علی رکوع میکنن، سجده میکنن، دست دعا بلند میکنن. ما گفتم سجده نمیکنن مسلمان بر ازا. من گفت خب بیا که من نشانت بدم. باز گفت میریم. ما مثلا در قبر به چیزی بت رکوع سجده دول سرنای نه که دمی مندر داخل میشی خواندن قوالی لکته رام و تیرا. گفت وامی رام ما را حاجی علی جور کردن، تنبور میزن، طبله میزن، ای حاجی علی. گفت بین ما واسه ما گفتم که پارا نزن، مسلمانای کارا رو نمیکنن تو نیست. ما مسلمانا تنها و حاجی علی یک شخص خوب میدانیم، ما وقتی که میریم به خود از دعا میکنیم خدا و خود از رو ببخشه، دیگه ما این کارا رو نمیکنیم. ما گفت خلاص شاید شما در افغانستان تو نکنین، بیا من نشان بدیم. راستی وقتی که رفتیم ما در مندرم رفتم، در مندرم که بیر واقعا گرد بت عبادت میکنن، سجده میکنن، رکوع میکنن، الوا توزیع میکنن. این مدام چیز سکا رفتم، سکا کاسه قاب الوا میاره برات، فهمیدی؟ قاب الوا میاره دیگه. مثلا اونجا هست کل کارا قالین فرش کردن بسیار است. آمد گفت سعی کو. رفتم که داد از زنا برو گوش بگی. رفتم که زنا در سر قبر حاجی علی سر خودم ماندن. حاجی علی بچه دیدو، حاجی علی بیٹا دیدو، حاجی علی دیدو. گفت این چی میخوای؟ سعی کو سجده میکنه نمیکنه، نماز میخونه پیش نمیخونه. باور بکنین که اونجا ما ایران ماندم، در هیچ جای ما بند نماندیم، در اینجا ما بند ماندم. چرا؟ عملا دیدیم هیچ فرقی بین چیز تا نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینال نوح علیه السلام چی کردن؟ اول تصویر شروع شد، باز چی شروع شد؟ مجسمه شروع شد. اینال در قبرستانایشان هم چی می باشه؟ عکس ها بوده در قبرستان، و در پیش مجسمه هم عکس ها بود. بعد از مجسمه پرستی شد. مرحله سوم که شد بت پرستی شروع شد. الله متعال نوح علیه السلام روان کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان یقینا که ما ارسلنا فرستادیم نوح علیه السلام را الی قومی، به سوی قومش، ان انذر قومک، این که بترسان قومت از این قبر پرستی و بت پرستی، من قبل ان یاتیهم عذاب علیم، پیش از اینکه برشان عذاب دردناک بیاید. قال میگه گفت نوح علیه السلام یا قوم، ای قوم من، اینی لکم، یقینا من که هستم بر شما نذیر مبین، بیم دهنده هستم، ترساننده هستم از این قبر پرستی و بت پرستی، مبین به شکل آشکار براتون میگم این کارا نکنین. ان اعبد الله، که فقط الله را چی کنین؟ عبادت کنین. ان اعبد الله، فقط الله را عبادت بکنین. نماز عبادت است، رکوع عبادت است، نظر عبادت است، ذبح کردن حیوان عبادت است. این خاص بر الله بکنین. و اتقوه، و بترسین از الله، و اطیعونی، و اطاعت از ما بکنین. من راه عبادت براتون نشان میدم که پیغمبر هستم. وقتی شما این کارا کردین چی میشه نتیجهش؟ یغفر لکم من ذنوبکم، باز الله میبخشد برای شما گناههای قبلیتان را، و یؤخرکم، و مهلت میده شما را الی اجل مسمى، تا یک وقت مشخص معین. ان اجل الله، یقینا که وقت مقرر الله،
اذا جاء وقتی که بیای لا یؤخر تأخیر نمیشه. شما نگوین که والا اگه من این کارو نمیکردم نمیمردم، اگه این کارو نمیکرد فلانی نمیشد. نه، اجل الله که آمد این دیگه تأخیر نمیشه. یک بانه برش مقصد میشه، فلانی رو موتر زد، فلانی کشت، فلانی در جبهه کشته شد، فلانی در فلان جای کشته شد، فلانی تو شد. الله متعال میگه اجل الله وقتی که بیای تأخیر کرده نمیشه. لو کنتم تعلمون، اگر شما بدانین. قال گفت نوح علیه السلام ربی ای پروردگار من، اینی دعوت قومی، من دعوت کردم قوم خود را لیل و نهارا، ام شب دعوت کردم ام روز، فلم یزیدهم دعای الا فرارا، هر قدر که اینا را دعا می کردم دعوت من بر از اینا زیادت نکرد مگر چی؟ فرارا. هر وقتی که دعوت میکنم یا فرار میکنن. بسیاری کساست که می در مجلس های بیدینی یگان وقت در آینه کلگی منتظر هستن که می گپ دین شروع کردی باز یکی از چی میبره. اینه این بیچاره قوم نوح عادت و کردن. نوح علیه السلام وقتی که دعوت میکردن چی میکردن؟ فرار میکردن. و اینی کلما دعوتهم، و ما هر وقتی که اینا را دعوت میکردم جعلوا اصابعهم، میگذاشتند انگشتان خود را، اصبع انگشت میگه، فی آذانهم، در امو سر انگشتای خود در کجا میگشتن؟ در گوشهای خود. وقتی که یگان تا باز لط میباشن فرار کردن نمیتونه، باز کلکای خود در گوش خودش میگیره. چرا؟ نمیخوایم گپ پیغمبر بشنویم. نوح علیه السلام میگه یا الله بعضش فرار میکنن، بعضی دیگه چه که بگویم بازی دستای خود در گوش خود میمونن، انگشتای خود در گوش خود میمونن. واستغشوا ثیابهم، بعضی دیگه شان چی میکردن؟ باز امو کمپل خود یا چی در روی خود کش میکرد. تی علامت مردمای بیدین بود که باش ما گپ نوح علیه السلام نشنویم. این برای چی هست؟ که دعوتگر مسلمان باید متاثر نشه. حالا کی شکست خورد؟ نوح علیه السلام خب پیغمبریش رتبهش رتبه است، مقامش مقام است. کی ملامت شدن؟ کسی که کارا رو کردن. شما که دعوت میکنین اگر کسی یک سال را انجام داد شما متاثر نشین. و اصروا، دیگه ضد کردن، اصرار کردن در ضد خود. و استکبروا، و تکبر کردن، استکبارن و بسیار تکبر. باز نوح علیه السلام میگه ثم اینی دعوتهم جهارا. این کسایی را که دعوت دو قسم است، یکی دعوت فردی است، یکی دعوت اجتماعی. آل نوح علیه السلام برای ما شما میگه که چند قسم از دعوت نوح علیه السلام؟ دعوت همیشه چند قسم میباشه؟ فردی میباشه که یک نفر میری در پالیش میشینی برادر عزیز نماز اینطور است، روزه‌ای است، توحیدی است، عبادتی است. این دعوت فردی میگه. دعوت اجتماعی است که انسان بلند به کلی گپ میزنه. نوح علیه السلام میگه وقتی که پیش از یا میرفتم که پالی یک تاش میشتم سلام علیکم خوب هستی، یک چهار کلمه از دین بگویم فرار میکرد. دیگه چه که میگفتم کلکای خود در گوش خود میگرفت من همش نو. دیگه چه که برش میگفتم قدیفه خود در روی خود کش میکرد. نوح علیه السلام چقدر سختی ها را در دعوت دیدن. ثم اینی دعوتهم جهارا، باز این قسم نشد فردی و مخفی و استاسا، بلند خیستم در مجلس ساشم السلام علیکم برادرای محترم، میخوایم یک چهار کلمه توحید براتان بگویم که چی تعهدات داره. ثم اینی دعوتهم جهارا، باز من اینا را دعوت کردم با صدای بلند. ثم اینی اعلنت لهم، باز من برشان اعلان کردم. و اسررت لهم اسرارا، هم دعوت علنی کردم و هم دعوت سری. پس چهار قسم دعوت شد: دعوت فردی، اجتماعی، سری، علنی. چهار قسم دعوت از اینا کردم. فقلت برشان گفتم استغفروا ربکم، طلب مغفرت بخواین از ربتان، انه کان غفارا، یقینا که پروردگار شما بسیار بخشاینده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، ببینین که شما از خوشسالی میترسیدین، الله متعال از آسمان برای شما آب میاره مدرارا، پای در پای. و یمددکم، الله متعال شما را مدد میکنه به اموال، شما چیز نداشتین مال براتان داد، و بنین و فرزندان براتان داد. و یجعل لکم جنات، و میگردن بر شما باغها، و یجعل لکم انهارا، بر شما جویها. ما لکم، چی شده شما را لا ترجون لله وقارا، که الله را به بزرگی یاد نمیکنین، به عظمت یاد نمیکنین. و قد خلقکم، در حالی که الله متعال خلق کرد شما را اطوارا، به چندین شکل رنگارنگ شما را خلق کرد. علم ترو، آیا نمیبینین کیف خلق الله سبع سماوات، که چه قسم خلق کرد الله هفت آسمان را طباقا، طبقه به طبقه. و جعل القمر، و گردانید مهتاب را، فیهن، در بین از این، نورا، مثل نور و روشن. و جعل الشمس سراجا، و گردانید آفتاب را سراجا، چراغ روشن. والله انبتکم، و الله شما را مانند گیاه رویانید، من الارض، از زمین.
نباتا برویاندن، ثم یعید، سپس شما فیها در امی زمین اعاده میکنه و یخرجکم بیرون میکنند شما را اخراجا، باز اخراج کردن، باز شما را دوباره زنده میکنه از امی زمین بیخیزانتونه. والله جعل لكم الارض بساطا، و الله ذاتی هست که گردانی زمین بر شما مانند فرش، لتسلکوا منها، تا که برین از آن، سبلا در راه های فجاجا گشاده و وسیع. قال، گفت نوح علیه السلام، ربی ای پروردگار من، انهم عصونی، یقینا که مردم نافرمانی مرا کردن، و تبعوا، و متابعت کردن، من کسی را که لم یزده ماله و ولده، که فایده نمیرسانه به مال و اولادش الا خساره، مگر خساره. این بت‌ها و این قبرهایی را که اینا پرستش میکنن، بجز از اینکه بر از اینا خساره را زیاد کنن دیگه هیچ چیز نمیکنن. و مکر و مکر کردن، مکرن کبارا، مکر بسیار زیاد، کلان، خطرناک. و قالوا، و گفتن، لا تذرن آلهتکم، نگذارین معبودانتان را، ولا تذرن، و نگذارین ودن، بتایشان نام داشت، ود نام داشت، دیگهش سوا نام داشت، دیگهش یغوث نام داشت، دیگهش یعوق نام داشت، دیگه نصر نام داشت. این کلش نام های بتها بود. و قالوا، گفتن، لا تذرن، نگذارین آلهتکم، معبودانتان را، ولا تذرن، و فکرتان باشه که نگذارین. همین بت پرستا به دیگه خود نصیحت میکرد، ودن، ود را، ولا سواعا، و نه هم بت سوا را، ولا یغوث، و نه بت که یغوث نام داره، و یعوق، و نه بت که یعوق نام داره، و نصر، و نه بت که نصر نام داره. و قد اضلوا کثیرا، و بسیار، الله گفت یا الله، یا بسیار مردم گمراه کردن. این بت ها را میگه به اشکال مختلف جور کردن، بعضی به شکل انسان ها جور کرده بودن، بعضی به شکل مرغا جور کرده بودن، بعضی به شکل مثلا حیوانات جور کرده بودن. این قسم بت های رنگارنگ جور کرده بودن، مجسمه پرستی میکردن. و قد اضلوا کثیرا، یقینا که گمراه کردن بسیار مردم را. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، و تو هم یا پروردگارا میفهمی که اینا ظالم هستن و برای ظالما و برای مشرکین تو زیاد نمیکنی مگر گمراهی را. اینا مما خطیاتهم، آل الله متعال میگه مما خطیاتهم، به سبب خطاها و جرمهایشان همین مردم ها چی شدن؟ اغرقوا، غرق کرده شدن. فادخلوا نارا، باز داخل کرده شدن در آتش دوزخ. فلم یجدوا، پس نیافتن، لهم برایشان، من دون الله انصارا، بغیر از الله نصرت کننده. و قال نوح، و دعا کرد و گفت نوح علیه السلام، ربی، سعی کنید پیغمبرها همیشه توسل میکنن، توحید در توسل میگن. توحید در توسل چی است؟ که به نامهای الله تو الله را بخوایی، بگو یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا الله. نوح علیه السلام میگه یا ربی، ای رب من، خالق من، معبود من، روزی دهنده من، شفا دهنده من، لا تذر علی الارض، مگذار در زمین، من الکافرین دیارا. نوح علیه السلام دیگه بیخی خسته شد، گفت یا پاک پروردگار، دیگه در زمین یک کافر نمان. لا تذر، مگذار، علی الارض، در زمین، من الکافرین، از کافران، دیارا، یک دیر هم نمان، یک جای سکونت برشان نمان. انک انتظرهم، اگر پروردگار توی کافرها را بگذاری، یضل و عبادک، یا گمراه میسازن بنده های تو را، یا انوز مردم به گمراهی میکشن. ولا یلدو، و اینا اولاد هم نمیارن الا فاجرا کفارا، اولاد هم که میارن از او چی تربیه میکنن؟ فاجر و کفار. چرا؟ هر طفل که در دنیا تولد میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که ما من مولود الا وقد یولد علی الفطره، هر طفل در دنیا با چی میه؟ با ایمان فطری میه. ثم ابواه، باز پدر و مادرش چی میکنن؟ یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، یهودی و نصرانی و مجوسی میسازه. آل کافر و مشرک است، اولاد خود چی میسازه؟ فاجر تربیه میکنن، کافر تربیه میکنن. ربی، ای پروردگار من، اغفر لی، مرا مغفرت بکن. نوح علیه السلام میگه ولی والدی، و مادر و پدر من هم مغفرت بکن. ولی من دخل بیتی مؤمنا، و هر کسی که داخل خانه ما شده به شرطی که مؤمن باشه. یعنی پیغمبر بر کافر دعا نمیکنه. ولی المؤمنین و المؤمنات، و بر مردهای مؤمن و المؤمنات و زنهای مؤمن. ولا تزد الظالمین الا تبارا، و زیاد مکن بر مردمای مشرک و بیدین الا تبارا، مگر بربادی را. این زندگی یک پیغمبر موحد بود که بر ما و شما دعوتی از اونا را نشان داد.